شاید ما که ظلم میبینیم نمانیم، اما قطعا کسانی که ظلم میکنن نمیمانند. اما وطن حتما هست. آن عقربی که بر وطن افتاد حاضر است. آن خائن ستمگر جلاد حاضر است. آن مهر و دفتر و اسناد حاضر است. قطعا تاریخ میدونه، در تاریخ ثبت شده که به جوانای افغانستان، به ملت افغانستان، به دختران سرزمین افغانستان چی گذشت. نسلی بودن که تا سن پیری یه روز خوش تو این مملکت ندیدن. تاوان چیا را کیا دارن میگن. تو دنیا هیچ ملتی بدبختر از ملت افغانستان نیست. جواناشون یه روز خوش ندیدن، دختراشون یه روز خوش ندیدن. همش فقر، نداری، بازمانده از تحصیل. ما نمیدونیم به کجا و به کی باید رجوع کنیم.